جرایا گشتی یا جهانه را دروشکه به دومان دا گیروا امرالی یا کرایدارین ترک هزینار عبدالله اوجالان دیل گرتنه آگرک پیکاتیه دبکو او آگر بزانبون جی پیکاتبه هیجایی به بیرخستنه یا کرایدارین ترک هیانها بیدنگن دو زلال کرن ده درباره تندرستی هزیرینا عبدالله اوجالان دا نکرنه اوره ندانه کو پارزرین وی سردان وی بکن جبو کو ساقیه تندرستی وی تکز بکن افجی دهیلک و گمان لسر وی مجاره چی ببن رایدارین ترک به ذهنیت خواه فاشیست پیشیل آزادی دموکراسی و رزگارکرنا گلین بندست دیگره دمکو هم ده دیرو که دالی گرینان چی دیکن دبینن کو پرانیا فیلوزوف و زانیاران بگیانا مروف پروری جمالزاروکا دیروکی بونه هروها پیشیل ذهنیت کولتی و دستالاداری گرتنه فیلوزوف عبدالله اوجالان بردوامیه که جوان هزیرینانه اموه که خوندکارین زانینگاه کوبانی پیشافتنا چاندی و فیزیکی یک و رایدارین ترک دی کسایت هزیرینر عبدالله اوجالان دا لسر گلان دبینه مشان دیه شرمزار دیکن زیدتری وی ام ده هزیریا وی یا همدمی دا چرسری جی تواهی پرسگیری کن روجالات ناوین را دبینن اف هزر دکاره روجالات ناوین بگهینه دموکراسی راستی جی ام بانگل اکادمیسیون روشنبیر و خودیم پینوسین آزاد این لدیجی دیکتاتور و ریخستین دستالدار دکن کو پیشگیری هزیرینا عبدالله اوجالان و بیسنجی رایدارین ترک لقاده اشکره بکن ده همان دمه ده ام جمافنا سازین مافن مروان و ریخستین جواکا سیویل دخوازین کو هلوست خود دربار کریارین دولتا ترک را بدن جبر کو اف بر پسیارتی اخلاقی لهمبر دیروک وکه توان رامکن آرامی آشیتی و آزادی جهزیرینه را عبدالله اوجالان را شرمی جرایدارین دولتا ترک را